ҳайати ҳунармандони варзидаи тоҷикистон бо намоишномаи фирдавсӣ вориди эрон шуданд. یارا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسی جهنم است. هر دم که در حضور عزیز برآوری، دریا که از حیات جهان حاصلان دم است. دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیز مقدم است. از 10 تا 16 فوریه در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران فستیوال 40 بین‌المللی تئاتری فجر دایر گردید که در آن هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تئاتر ولایتی موسیقی مضحکوی به نام مهربان نظروی شهر خروق تاجیکستان را معرفی نمودند. اینک ما رسیدیم به دیار دوست، به دیار فردوسی، با نمایش فردوسی و برای من بسیار خوش و اینقدر گوارا بود استقبال میزبانان، اینقدر محبت، اینقدر صمیمیت. و وقتی که ما به مهمانخانه بابا طاهر اوریان وارد شدیم، اینقدر استقبال گرم و همزمان یک باره سرود ملی تاجیکستان صدا داد و بعدا سرود ملی ایران صدا داد و بسیار یک فضا، یک محیطی پر از مهر، پر از محبت، پر از دوستی و صمیمیت را ما در همین لحظه های نخست احساس کردیم. معذرت میخواهم اگرچه نیاکانی بزرگ کشی دیگری داشتند، زیرا پیش از ظهوری در جشنواره مذکور تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی نمایش فردوسی را از روی اثر ساتی ملاحظاده و تئاتر ولایتی موسیقی مضحکوی شهر خروق نمایش لعل بدخشان را از روی اثر جمعه قدوس منظور تماشابینان کشور همجوار گردانیدند. روزهای 12 و 13 فوریه شهرهای تهران، مشهد و توس را غلغله نمایشنامه فردوسی به شور آورد و موج مردم به تالارهای تئاتر ریختند. من علی عابدی هستم، کارگردان تئاتر. نمایش فردوسی رو دیدیم. به نظرم یکی از نمایش‌هایی بود که به لحاظ ادبیات نمایشی در جایگاه ویژه‌ای قرار داره. به هر حال به لحاظ مضمون و به لحاظ شیوه نوشتاری نمایشی بود، ساختار کلاسیکی داشت که خب من خیلی در واقع مورد پسند من بود. نقش فردوسی رو خیلی خوب بازی کردن، به خصوص اون آخری که رفته بودن و از شاهنامه دفاع میکردن توی دربار سلطان محمود غزنوی. خیلی تاثیرگذار بود. خیلی اون مؤلفه‌های هویتی ما، اینکه ما کی هستیم، خیلی خوب چیز کردن و خیلی جا داره که ما اینها رو بدونیم و فردوسی رو بیشتر بشناسیم. مثلا چرا فردوسی تو اون زمان رفت شاهنامه رو سرود. قشنگ بود، کار جالبی بود. سلام عرض می‌کنم اول خدمت مردم تاجیکستان. خیلی من این کشور رو دوست دارم و لهجه شیرین تاجیکا رو. الانم که اومدم این نمایش فردوسی رو دیدم نمیدونستم راستش کار مال تاجیکستانه. بعد پیش خودم گفتم چه لهجه قشنگی دارن، چرا اینجوری دارن با لهجه حرف میزنن. بعد که الان متوجه شدم که کار تاجیکستان بوده. خیلی عالی بود، خیلی بی‌نظیر، خیلی طراحی صحنه جالب، هنرپیشه‌ها خوب، همه قشنگ صحبت میکردن و خیلی فردوسی رو به ما شناسوندن. خیلی خوشم اومد. به هر حال من عاشق مردم تاجیکستان هستم و همون کشورش. انشالله یه روزی بشه بیام ببینم این کشور رو. یه نمایش بسیار زیبا رو امروز کنار دوستان تاجیکستانیمون ملاحظه کردیم. من فرزانه شیرآقایی، ساکن تهران، تحصیلات فوق دیپلم، مدیر صحنه تئاتر و سینما. از نمایش امروز خیلی خوشحال شدم. خیلی زیبا، واقعا به شدت قلب‌ها رو لرزوند. واقعا خیلی خوشحالم که همچین نمایشی رو دوستای تاجیکستانیمون اجرا کردن و تونستن
واقعا فردوسی زمانمون رو به همون نشون بدن. خیلی ممنون. جهان پر از نام رستم کنم، دلم گشت سیر و شاهکاری هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی نمایشنامه فردوسی را گرم و صمیمی استقبال نمودند و به هنر ناتکرار و فوق‌العاده هنرمندان تاجیک احسن و آفرین می‌خواندند. چو از نسلی فریدونیم، از یک ریشه یک خونیم، چو از خونی سیاهوشیم، جاویدان هماهوشیم. درفشی کاویان با ماست، فری آریان با ماست. عطای فضلی از دانی که با جمع و پریشانی، تپد با هم تند با هم، دلی تاجیک و ایرانی. و تاجیک و به ایرانی محبت با ارزانی. صداقت با شهامت با نجابت با ارزانی. چو از یک جام جم هستیم، از یک جام جم مستیم. اگر رستم سر افرازد، زنا پرچم برافرازد. خراسانی بزرگی ما، خراسانی سترگی ما. عطای فضلی از دانی که با جمع و پریشانی، تپد با هم تند با هم، دلی تاجیک و ایرانی. و تاجیک و به ایرانی محبت با ارزانی. صداقت با شهامت با نجابت با ارزانی. من سعید خسروی هستم، کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر. متاسفانه هنوز تا الان نمایشی درباره زندگی فردوسی من ندیده بودم و برای من خیلی جالب بود. خیلی دوست داشتم. بازی از بازیگرا عالی بود. خیلی خوشم اومد. براشون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که سربلند باشن و پیروز. سلام، من راحله شمس‌آبادی هستم، کارگردان تئاتر. امشب نمایش فردوسی رو از کشور تاجیکستان دیدم. ایده‌های خوبی بود در کار، ایده‌های خلاقانه‌ای در طراحی صحنه وجود داشت. البته یک مقدار بازی اغراق شده دوستان برای من تعجب انگیز بود، اما آنچه که در اجرا بسیار برام جذاب بود، به نظر می اومد که همه بازیگران و همه گروه خالصانه و با تمام وجود در رابطه با فردوسی این کار رو انجام دادن. خیلی خوشحال هستم که همزبان هستیم. من متاسفانه کشور تاجیکستان رو ندیدم، اما خیلی تعریف شنیدم و بسیار خوشحال میشم که بتونم بیام و از نزدیک مردمان این کشور رو ببینم و همینطور سرزمین زیبا شد. اشاره هایی به فرهنگ غنی ما فارسی زبان ها که مثلا جاهایی که اشاره می‌کرد به اشعار شمس تبریزی، به ماجراهای این چنین و خیلی برای من لذت بخش بود و به نهایت لذت رو سعی کردم ببرم از این نمایش و جالب بود برام. خیلی علاقه‌مندم. من آشنایی من با تاجیکستان برمیگرده به زمانی که دوران برمیگرده به دوران نوجوانی، زمانی که خیلی به ادبیات فارسی علاقه‌مند بودم و اون زمان از طریق ماهواره، ما میگه ماهواره یا ستلایت، با کانال‌های تلویزیونی تاجیکستان آشنا شدم با موسیقی تاجیکی، خوانندگان تاجیکی و بعدها بیشتر سعی کردم تحقیق کنم، جستجو کنم سینمای تاجیکستان، کارگردان‌های مثل ناصر سعیدوف و فیلم‌هایی مثل حماسه رستم و سهراب و اینها بودن آیتم‌ها، مقوله‌هایی که من رو جذب فرهنگ تاجیکستان کرد و این اشتراکات فرهنگی که دور از هم هستیم ولی چقدر زیبایی وجود داره، به این چیزهایی وجود داره که برای ما همزبان‌ها توجه ما همه ما رو به هم جلب می‌کنه. امیدوارم که به زودی بیام تاجیکستان. همزبانان عزیزم، مردمان
خوب تاجیکستان رو ببینم و لذت ببرم و سفر خوبی رو داشته باشم. نشست تهران در دو بخش برگزار شد که در بخش اول تعدادی از مقامات دولتی از جمله سفیران دو کشور تاجیکستان و ایران و شخصیت‌های فرهنگی دو کشور سخنرانی کرده، در قسمت دوم مهمانان این نشست در خصوص معرفی هنرهای نمایشی تاجیکستان و تاکید بر هنر تئاتر سخنرانی و تبادل نظر نمودند. این نشست 14 فوریه در تالار وحدت با همکاری مشترک بنیاد فرهنگی هنری رودکی، 40مین جشنواره تئاتری فجر و اداره کل هنرهای نمایشی برگزار شد. بیاوریم کدوم همان کویی که دل بردام داره، های بله بچه صیاد پایش دام داره، های بله بچه صیدم را مزن، آهوی دشتم را مزن، خال آهو به خال یار میماند، خال آهو به خال یار میماند. بیا بریم دشت، کدوم دشت؟ همون دشتی که دل بردام داره، های بله بچه خرگوش به پایش دام داره، های بله بچه صیدم را مزن، آهوی کوهم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، خواب خرگوش به خواب یار میماند، بله خواب خرگوش به خواب یار میماند، بله. هرگونه سرکشان طالبان حاکمیت تیش کشی سری هم دیگر در گوشه کنارها دسته های خالندران در تکاپو، جان مال هیچ کس در امان نیست. محمود میگویند جوان 24-25 ساله است. غلامی سامانیان؟ بله، در جوانی غلامی زرخرید بوده است. زرخریدی دیروزه امروز امیری هستی. عجب او در جنگ ضد ابو علی سینجوری و فایی از خود مردانگی و هنرها نمایان ساخته است. 16 فوریه هنرمندان تاجیک در تالار تئاتر شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی نمایش فردوسی را به اجرا گذاشتند که مورد استقبال تماشابینان قرار گرفت. در اجرای نمایش فردوسی در شهر مشهد، مشاور عالی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد، مدیر کل و معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، نماینده وزارت کارهای خارجه در شمال شرق ایران، استادان دانشگاه فردوسی مشهد، نخبگان و فرهنگیان و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. نفاق و رنج کاشتن چیز بهتری نیست. آیا نباید سخنور سخنان پیغمبران خدای بگوید؟ نکارم کنم تخم رنج و گناه که آمد سپیدی بجای سیاه. دلم گشت سیر از فریدون گل، مرا زانچه کو تخت ضحاک بود. در پیش آقای جاخزا خوره؟ نه
این دو نمایش شایسته از تاجیکستان، یکی با نام فردوسی و دیگری با نام لعل بدخشان، در 40مین جشنواره بین المللی تئاتری فجر ایران جمهوری تاجیکستان را خیلی شایسته و ارزنده نمایندگی کردند و خیلی از همزبانان ایرانی ما را شیفته تاجیکستان صاحب استقلال ساختند. خیلی خوشحالم که فرصتی شد، بهانه‌ای شد که همزبانان تاجیکمون رو تو تهران ببینم با این نمایشی که معرف فرهنگ و هویت زیبای بدخشان بود. یه منطقه‌ای که خیلی اسرارآمیز و جادوییه برای من. همه چیز بدخشان، از لباس پوشیدن، از طبیعت، از خانه‌هاشون، همه چیزشون جذابه و این نمایش هم از غذا این رو نشون میداد و امیدوارم این اتفاقا بیشتر بیفته، ما بیشتر با هم آشنا بشیم. باعث خوشحالی و خرسندی ماست که در توس و در کنار ما تشریف آوردن در جای فردوسی و خرسند کردن ما رو. با تشکر و ممنون از هیئت تئاتر شهر دوشنبه فردوسی و مردم مهربان تاجیکستان. خیلی ممنون از شما و توجهتون. من سایلا یوسفی هستم، مدیر مسئول انتشارات خردگان که اولین ناشر تخصصی در حوزه آثار آسیای میانه هست در ایران. الان تقریبا 4 سال هستش که تو این حوزه فعالیت کردیم و توی این 4 سال تونستیم به لطف خدا نزدیک 40 اثر رو منتشر کنیم که 35 تا این اثرها مستقیم در مورد کشورهای حوزه آسیای میانه بودن و از این 35 تا نزدیک به 20 تاش مختص به تاجیکستان، باقیش هم از کشورهای قزاقستان و افغانستان و پاکستان. آثار خیلی خوبی رو توفیق داشتیم به لطف دوستان عزیزی که در تاجیکستان هستن، نظر لطف داشتن. تو این سالها از کتاب‌های خوبی که منتشر کردیم، یکی اثر بسیار مهم مرحوم بهمنیار هست، کتاب سرمده ایشون که خیلی امیدواریم در اینجا واقعا جایگاه اصلی خودش رو پیدا کنه، چون بسیار کتاب ارزشمندی هست و به نظر من برای خواننده ایرانی خیلی مهم و خواندنی است. کتاب دیگری که چاپ کردیم در حوزه تاجیکستان مرثیه لایق شیرعلی بوده و کتاب زمین مادران رو از شهزاده سمرقندی چاپ کردیم. مجموعه اشعاری از شاعر بزرگ تاجیکستان جناب آقای طالب آذرخش منتشر کردیم. اشعار عبدالجبار سروش رو با عنوان شیرین من شیرین چاپ کردیم و کتاب‌های بسیار دیگر از دوستان. سلام به همزبانان و در واقع هموطنان عزیز تاجیک. ما همه یک ملتیم، همه از نژاد آریایی هستیم و ما عشق رودکی، عشق سمرقند، عشق بخارا، عشق شهرهای آسیای میانه را داریم. دوست داریم واقعا بیاییم ماوراءالنهر، اون شهرهای قشنگ که مهد تمدن بشریان ببینیم. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. شما یار مهربان ما هستید، ما شما را خیلی خیلی دوست داریم. امشب یکی از شب‌های خیلی زیبای من توی تهران شلوغ و پر از دود و ترافیکه، برای اینکه این سعادت نصیبم شد که گروهی از هنرمندان عزیز و نازنین تاجیکستان رو باهاشون دیدار داشته باشم، به خصوص استاد صابر و بقیه بچه‌های گروه تئاترشون که تشریف آوردن تهران و چشم ما رو روشن کردن و دلمون رو روشن کردن با حضورشون و با هنرشون و با تئاترشون. من خیلی خوشحالم که در طی سالهایی که به عنوان یک کارگردان، یک فیلمساز کار میکردم، همیشه دوستان و سروران نازنینی از تاجیکستان داشتم و چه به عنوان یک معلم در دانشگاه و در مدرسه فیلم آنلاینی که دارم به اسم ماجرا، همواره میزبان عزیزان نازنینی از تاجیکستان بودم. واقعا نمایش فردوسی که به موضوع زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی میپردازد از جانب مردم ایران خیلی صمیمی و فوق‌العاده استقبال گردید.
ҳайати ҳунармандони тоҷик дар эрон аз мавзеъҳои таърихиву ифтихороти муштараки адабии тоҷикону эрониён боздид намуданд. ҳар куҷое мерафтанд он ҷо бархӯрд бо самимият, ифтихороти муштарак, шифтаву шайдои забони тоҷикӣ ва қиссаву ривоёти воқеии рушду тараққии Тоҷикистони соҳибистиқлолро аз забони эрониён мешуниданду медиданд. воқеан сафари ҳунарии ҳайати ҳунармандони тоҷик ба Эрон паёми иртиботи муштараки фарҳангӣ, дӯстӣ ва камоли хиради азалии ду халқ аст ки аз рӯҳи бузургону пешгузаштагони ду халқ эҷод шуда умед аст то асрҳои дигар поянда бошад. زمین گر کشاده کند راز خویش، نماید سرانجام و آغاز خویش. کنارش پر از تاجداران بود، برش پر ز خون سواران بود. خلعت بیارید، سیم و زر بیارید. بشه به جای شما فارسی صحبت می‌کنید.